جناب بهرام مشیری باشیم. امشب چون جلسه آخر هست که در خدمت آقای بهرام مشیری هستیم، امیدوارم فرصت برسه که تلفن ها رو باز کنم تا شما اگر پرسشی دارید در مورد مباحثی که در این سه برنامه مطرح میشه و یا تا حالا شده است و نکاتی رو میخواید با خود آقای مشیری مطرح کنید، پرسشی رو دارید، از شما هم این فرصت رو داشته باشید که با آقای مشیری مستقیما صحبت کنید و نکات خودتون رو مطرح بفرمایید. جناب مشیری، یه بار دیگه تشکر میکنم که تشریف آوردید. درود بر شما، سپاسگزارم از شما. درود بر هموطنان عزیز در هر جا که هستن و امیدوارم که خوب و خوش باشن. امیدوارم بعد از این قطعه شما اونقدر انرژی رو داشته باشید که بتونید سرحال ادامه بدید، ولی در حال واقعیت زندگی ما ایرانی هاست. بله. نمیشه کرد. آقای مشیری، امروز خبر هولناک شنیدم. بعضی از افراطیون مصری میخوان بیفتن به جان اهرام ثلاثه. ای وای، یعنی چی؟ این چه وضعیتی است که پیش آمد؟ چرا؟ ببینید، اینا رو میگن سلفی. سلفی یعنی گروهی که معتقد به رفتار رسول الله هستن. اینا همه اینها سرچشمش در رسول الله و قرآن هست. حالا همه اعمالی که اینا انجام بدن. این عرض کنم که بیمزه بازی ها و مالکشی ها که این چنین نیست و قرآن مرحمت و لطف است و چنین و چنان، ما بسی بیایم یکی یکی اینها رو تعریف کنیم. آقا بیایم تعریف کنیم، اخلاق رو در اسلام تعریف کنیم، ترحم رو تعریف کنیم، ببینیم آیا واقعا ترحمی بوده یا نبوده. رسول الله برای این که اعراب رو از بت پرستی باز دارد، تخریب عبادتگاه های دیگران میکرد، تخریب بت میکرد و حتی انگشتری که به او داده بودن طلب یک قلم تراش کرد و نقش از آن زدود و درس یاد اعراب داد که یعنی میخواید به سنت نقشی که روی انگشتر بله پاک کرد. بنابراین ما وقتی نگاه میکنیم از نظر تاریخ شناسی به روزگار ساسانیان، اشکانیان، روزگار اسکندر، اینها ما میبینیم تمام این پادشاهان رو ما تصویرشون رو همون گونه که بودن روی سکه ها میبینیم که از گرد سوم چگونه بود، انوشیروان چگونه بود. بعد از عرب چون حرام بوده فقط یه آیه قرآن نوشتن و شکل اون شخص رو در واقع اصلا نقر نکردن که روی سکه ها. بنابراین ما نمیدونیم فرض فرمایید که نادرشاه حقیقتا چگونه بود، چون این حرام بوده و خراب کردن در واقع مواریث مدنیت های گذشته در دستور کار بوده است. حالا شما میفرمایید که این عرض کنم که اهرام ثلاثه و اینا که محل درآمد مردم فقیر مصر هستن، این کارهای هنری که حقیقتا انسان مدرن رو به تحیر واداشته که چگونه میسر بوده چنین سنگ‌هایی و این ساختمان‌هایی. وقتی که قرار شد بغداد رو بسازن که این ابو جعفر منصور دوانیقی یا دوانیق، این دومین خلیفه عباسی، به برمکی یحیی برمکی میگوید بروید این مدائن رو خراب کنید، آجرهاش و سنگهاش رو بیاورید برای ساختن بغداد یا دروازه های بغداد. او میگوید ای خلیفه، این کار مشکلی است و هزینه تخریب و حمل مواد آن به این جایی که ما بغداد میگوییم بسیار گران خواهد بود. میگوید تو چون مجوسی و تبار مجوس داری، یک نوع حمیت حس میکنی در باب این ساختمان ها، ما میفرستیم تخریب بکنن. فرستادن و کارشناساشون گفتن آقا مخارج زیاده و این در واقع طبق کسایی که هست به واسطه این بوده است که مشکل بوده. به هر صورت ساختمان های مصر هم چنین شد. اولین حاکم بزرگ عرب عمرو بن عاص بوده در اونجا و اینا یکی پس از دیگری در اندیشه تخریب آثار فرعون، اینا رو میگفتن آثار کفر. فرعون یعنی در واقع کافر شماره یک در کل قرآن که نماد ستمگری و کفر هست، فرعون است. هرچی فرستادن با بیل کلنگ و اینها گفتن که آقا میسر نیست، اینها به قدر عظیم هستن و محکم هستن که میسر دست برداشتن. اما امروز
و الحمدلله و المنه با وجود دینامیت TNT C4 از کنه انواع مواد منفجره و مشکلی نیست. از کنه با چند تن مواد منفجره TNT می شود از کنم باید واقعا مردم مثلا باید بسیار خوشحال بشن که آقای السیسی رهبر کشور اوکراین در زمانی که السیسی هست اینا قادر نخواهند بود چنین جنایتی در حق تاریخ بکنن. اما اگر قدرت به دست اسلامی‌ها بیفتد و همین سلفی ها، من به شما قول شرف میدم که کوچکترین اثری از این آثار بر جای نخواهد بود و اون که در موزه مصر هست از بازمانده از و پس‌افکنده از قرون گذشته، از هزارهای گذشته، همه اینها رو تخریب خواهند کرد. این سنت رسول الله است. قربان. خب این سنت رسول الله که الان داره اجرا میشه، بله. نباید یه عده آدمای درست حسابی تو این کشورها پیدا بشن این آثار رو یه جوری باید بخرن، بدزدن، هر کارش میکنن، ببرن بزنن در جاهای مختلف دنیا، مثل فرض کنید که بخش عمده از تخت جمشید ما که امروز باید ممنون فرانسوی‌ها باشیم در موزه لوور. آدم درست حسابی قلم دستشه، قربونتون برم. اون قدرت داستان دیگری است که مسلسل دستش هست، ولی چگونه میشه داخل اهرام ثلاثه که نمیشه منتقل کرد، قربونتون برم، یا اینکه ابوالهول رو که نمیشه منتقل کرد، یا این همه آثار عظیم که نمیشه جابجا کرد. تمام آثاری که بازمانده تمدن آشور و بابل بوده در این منطقه که به دست اینا افتاده تمام تخریب کرده. به خاطر که اینها بود هستن و اینا باید تخریب بشن و هیچ تردیدی نیست. حالا اگر که مردمانی هستن که مسلمان هستن اما بر این هستن که اینها نباید تخریب بشوند، این نه این که اینها از کنند که به ذات اسلام عمل میکنن، اینا مردمانی هستن داناتر و به فرهنگ علاقه‌ای دارن و در واقع ندیده میگیرن این گونه دستورات رو، مثل تخریب آثار باستانی. پس مسلمان واقعی نیستن. خب اون دیگه بستگی به این که ما چگونه مسلمانان تعبیر تفسیر کنیم. اما مسلمان واقعی یعنی اگر کسی اینطوری فرمان حضرت محمد رو فرض کنم چنانچه کسی بیاید و اهرام ثلاثه رو منفجر بکند مقابل چشم جهانیان و همه دنیا گریه بکنن و التماس بکنن که آقا این کار نکنید، اونها کار انجام خواهند داد و نمیتوان به اونها نامسلمان گفته. این رو جرم این گونه تعریف خدمتتون. استدلال میکند از قرآن، استدلال میکند از اعمال رسول، استدلال میکند از فتح مکه و تخریب بت‌ها، استدلال میکند به در واقع پاک کردن نقش انگشتری که در دست خود ایشان بود. بنابراین اینها سلفی هستند و پیرو رفتار رسول و گفتار رسول و قرآن. عزیزم این دیگه خیلی واضح هست. حالا هر کسی بیاید چیز دیگری بگوید مماشات میکنن، تعارف میکنن. آقای علی شریعتی، آقای خمینی گفت آقا اسلام آیین جنگ است. یه عده آمدن علی شریعتی میگوید اسلام آیین حرب است. یک عده آمدن خودشون لوس کردن و میگوین اسلام آیین صلح است. آقای خمینی بابا اینقدر نگویید اسلام آیین صلح است، چرا میروید این آیات رو میخوانید؟ مولا علی در یک روز 700 نفر رو سر برید و درست هم میگه به لحاظ تاریخی سر برید و به دامن تقوای مولای متقیان هیچ گونه قوایی ننشست، یعنی از تقواش کم نشد. بنابراین که از کردم ما اینا رو باید تعریف کنیم که تقوا یعنی چه و اخلاق یعنی چه. بدین دلیل است یعنی در اسلام شما می توانید 1000 نفر سر ببرید، امیرالمومنین هم باشید، یعنی که الان در کشور ما هستن. بعد دیگه ملاحظه فرمایید این آخوندهای آدمکش آدمخور که اصلا آیت الله هستن، از کنم که نماز میخونن با هم تا شام، قرآن میخونن از شب تا صبح و لباس پیامبر به تنشون هست. از اینها آدم کشتر و فرومایه‌تر و رذلتر و ظالمتر ما سراغ نداریم، حتی مغول ها رو. حتی مغول ها رو؟ بله. به دلیلش هم عرض میکنم خدمتتون. اولا که
چنگیز خان دستور داده بود هر کسی شکنجه بکند گردنشو بزنید. ما شکنجه انسان رو شکنجه نمی‌کنیم، ما جنگ داریم. کسانی که خیلی داستانی ساده بود، میگفت فرض کنید آقای فروزنده حاکم شهر فلانجاست یا پادشاه فلسطین است، میگو بنویسید ای فروزنده یا تسلیم شوید یا خدا داند، امضا چنگیز خان، تمام شد. حالا شما اگر تسلیم میشدید یک سیلی هم به کسی نمیدن. چه میخواستن؟ چند تا از این کارگران مغول رو میگذاشتن، مالیات جمع میکردن، باج میدن به چنگیز خان. و دیگه دست به شمشیر میکردین، شروع میکردین دفاع کردن، اون موقع قانون جنگ بود دیگه، اونجا قتل عام میکردن، شهر آتیش میزدن، از این کارا میکردن. و بعد که جنگ تمام شد چه کردن؟ و بعد که جنگ تمام شده است و اینا ایران رو متصرف شدن، نفس گرم ایرانیان در آنها تأثیر کرد و گفتن آقا این کشور مال شماست، باید آباد بشه، شما کشور تخریب شده که به درد شما نمیخورد. و پرداختن به آبادی کشور و دلجویی از علما و فضلا و بازگرداندن فراقیان و کارهای بسیار بسیار پایه‌ای کردن، کارهای بسیار خوب کردن به قولها. یعنی هم حمله اعراب ایران رو ویران کرد و هم حمله مغول. بله. میشه اینطور؟ بله. ولی چرا تو خاطره تاریخی ما اون چی که بیشتر ما را آزار میده حمله اعرابه؟ ببینید در که هر دو کشتار کردن. دلالت میکنم در زمانی که چایکانچک جنگ میکرد که از میلیون چینی بود با ما، جنگ دیگر اینها با ژاپنی ها بود. آمریکایی ها او رو پشتیبانی میکردن. این بیشتر در واقع کوششش رو مصروف جنگ با کمونیست ها کرده بود. یعنی ماهو دردستی میگفتن آقا دشمن ژاپنی است، میگفت نه اینها بیماری پوستن، یعنی ژاپنی ها، اما اینها با یه ایدئولوژی اومدن و بیماری قلبن. متوجه هستم هستی؟ اینها با یک ایدئولوژی آمدن، بنابراین ما به طور روزمره اثر این ایدئولوژی رو و ارتجاعش رو با گوشت و پوست و استخوان خود حس کردیم و حس میکنیم برای 1300-400 سال. مغولا آمدن خراب کردن مدنیت کل منطقه رو، تخریب کردن، اما چون با ایدئولوژی نیامده بودن وقتی رفتن دیگه تمام شد. از مغول ها تعدادی لغت مثل ایل، مثل خان، مثل بیبی، نمیدونم یه سرفرشتات لغت مغولی بر جمعون، دیگر چیز بر جای نموند. اما این اسلام عزیز به طور روزمره برای چند صد سال ما رو به اسارت گرفته و امروز نقطه اوج اسارت ما به دست اسلام و اسلامیون و پیروان اسلام هست. ما باید تکلیف خود اول با اسلام روشن کنیم، وگرنه تکلیفی در واقع مهمتر از این نخواهیم داشت. چجوری؟ کاری که اروپایی‌ها کردن دوست عزیز. ما باید اون همت رو داشته باشیم، اسلام رو هم محترم بداریم چون عقیده مردم است. به هر صورت این آمده دین و اول به صورت تسنن، بعد به صورت تشیع، جزئی از فرهنگ محترم بداریم و تحمل کنیم. نه همون به هر صورت تحمل کنیم، شاید بهتر باشه تحمل کنیم. چون من با اینم مخالفم که میگن با عقاید دیگران بایستی حتما با احترام. من چیزی ضرورتی نیست. آقا هیتلر هم یه ایدئولوژی داشت، ما واسه احترام میگذاریم، یا چنگیز خان میذاریم. باید تحمل کنیم و اینها رو کارشون رو از کار سیاست و حکومت جدا کنیم. این تنها راهی است که هست. راه دومی هم نیست آقای فروزنده گرامی. حالا آیا ما موفق خواهیم بود یا نه، این بستگی به این دارد که چه میزان مردم ما اتفاق و اتحاد خواهند داشت که ملا و آخوند کار ملایی به آخوندی شو بکنن و شایستگان مملکت، دانشمندان، فرزانگان کشور رو اداره بکنن. این چه مسخره بازی است آقا، این چه جور نگفتنی است به روز مردم. همین مطلبی که شما خوندین نمونه است. اگر که بنده بخوانم در یک جایی که آقای علی خامنه‌ای گفته است اون چه کودک نوزاد است در روز دهه عاشورا سر ببرید در راه حسین، بنده باور میکنم. نوشته باشد 200,000 کودک به امروز در ایران سر بردن، من باور میکنم. چون جنایاتی که اینا انجام دادن دیگه جایی برای قبح جنایت باقی نمانده.
ممکنه تعدادش کم و زیاد باشه اما یه قبحی نداره. جنایت اتفاق افتاده، اتفاق افتاده به طور، یعنی به طور روزمره اتفاق افتاده. برباد دادن ذخایر مملکت به طور روزمره، نشاط رو از ملت گرفتن. آقا در زندگی رو بر مردم بستن در زندگی رو. یعنی حقیقتا مردم ایران زندگی نمی کنن، زنده هستن. آقای مشیری با این همه فشاری که هست، با این وضعیتی که همه باهاش آشنا هستیم، آیا ایران در معرض خطر جدی نیست؟ کسی نمیتواند آینده رو پیش بینی بکند، اما بسیاری بر این هستن که هست، بسیاری بر این که هست. یعنی ملتی پایدار است که در آن نشاط و امید باشد و یک پارچگی و حس برادری و حس برابری. وقتی که فرض کنید که استان آذربایجان، کردستان، سیستان و بلوچستان این همه ستمکاری از یک مشت آخوندی که در تهران نشستن بر آنها می شود، به جایی می رسند که به همون نتیجه که سعدی رسید، گفت سعدیا حب وطن گرچه حدیثی صحیح نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. خب این اساس کل مملکت رو، اساس استقلال کشور رو عرض میکنم که تهدید میکنن. این یک مطلب است. حالا مطالب دیگرش در باب همسایگان و عرض کنم که دشمنی با عربستان و دشمنی با کل دنیا و اینها اونم دیگه مطالب جداگانه است. اما این پیش بینیش خیلی مشکل است که چگونه و عرض کنم که به توسط چه نیروهایی. آخه با توجه به این که الان مسئله شیعه و سنی یک دفعه تو مسئله بودی که بوده ولی به ناگهان سر برآورده از هر دو طرف، این دشمنی روز به روز نیرومندتر میشه، شاید ما یه چیزی رو شبیه جنگ هایی که در اروپا اتفاق افتاد و از همدیگه قلقم کردن، شبیه این رو در خاورمیانه باید ناظر و شاهد باشیم، نه تنها در امسال و سال آینده، در دهه های آینده. شاهد هستیم عزیزم، شاهد هستیم. ببینید در همین عراق 1000 سال جنگ شیعه و سنی بوده. این آمریکایی های نادان بدون مطالعه، بدون اینکه این دموگرافی مملکت چگونه است، بدون در نظر گرفتن اینکه اگر ما آمدیم و صدام حسین رو که سنیست برداشتیم که به همواره سنی ها بر این مملکت حاکم بودن، از خلفای عباسی بگیرید تا پادشاهان عثمانی، و ناگهان بیاییم از جمعیت شیعه بخواهیم بس سنی سروری کند، آیا اهل سنت زیر این بار خواهند رفت یا نه؟ البته که نه. دست به شمشیر بردن، در جنگ تعداد زیادی کشته نشدن. خود اهل سنت و شیعه بله به جان هم افتادن. بنابراین و خود داعش، بنابراین اون کشتارهایی که شما اشاره می‌فرمایید شاید مقصودتان بالکان باشد، اونجا در اینجا داره اتفاق میفته، به طور روزمره داره اتفاق میفته. حالا به ایران چگونه سرایت خواهد کرد اون یه مطلب جداگانه است، ولی احتمال داره، بعید نیست، ولی احتمالش در ایران خیلی کمتره. مردم ما داناتر و فرهنگ ایرانی غنیتر و مردم ما فرهنگی‌تر از آن هستند که مانند سنی های عراق به جان شیعیان عراق بیفتند. بنابراین از این نظر، یعنی نظر جنگ داخلی و سکتریان وار به قول اینجا، این در ایران ما اتفاق نخواهد افتاد. آقای مشیری در این گذار خطرناکی که در اون قرار گرفتیم و باید اون راه رو طی بکنیم، شاهنامه چه نقشی میتونه بازی کنه؟ شاهنامه قبلا هم صحبت کردیم عزیزم. شاهنامه یک کتاب است که حاصل در واقع چکیده فرزانگی های تاریخ یک ملت است در یک کتاب.
بنابراین میتواند کتاب شاهنامه به اتفاق و اتحاد به ما کمک بکند. بله، یعنی میخوام بگم که 3 ملت در جهان این افتخار رو داشتن که دارای حماسه باشه. یکی هندوستان هست که اصلا با حماسه های زندگی میکنه. هندوستان با میتولوژی زندگی میکنه. مردم هند با حماسه های زندگی میکنن، با مهابهارات، یعنی هند بزرگ. در ایران ما شاهنامه داریم و در یونان ایلیاد داریم، ایلیاد و آدیسی. به شاهنامه میتونه این نقش رو در ایران بازی کرده، این نقش رو بازی کرده. یعنی ما به عنوان یک ملت ریشه های خود رو و بزرگواری های خود رو و شجاعت های خود رو در این کتاب یافتیم. برخورد فردوسی با دین در شاهنامه رو ممکنه به طور خلاصه توضیح بدین؟ فردوسی دوست عزیز مطلقاً و ابداً مرد دینی نبوده. اصلا اصلی که فردوسی در آن میزیسته اصل علم بوده. حالا خدمت شما عرض میکنم چگونه. ببینید، وقتی که بغداد مرکز خلافت شده، فاصلش تا خراسان بسیار دور بوده. عمر میگوید کاش که میان ما و خراسان آتش هستی، یعنی کاش آتش می بود که هیچ مسلمان به اونجا نیارستی شد. اونجا محل علم بوده، محل معرفت بوده و فضلای بزرگ تقریبا هم عصر بودن. آدمهایی مثل حکیم رازی و حکیم ابن سینا و ابو سهل مسیحی و ابوالفرج اصفهانی و محمد جریر طبری و حکیم ابوالقاسم فردوسی و صدها دانشمند طراز اولی دیگر در یک عصر می‌زیستند. هیچ کدام اینها هم ذهنیت دینی نداشتن، ذهنیت علمی داشتن. این است که می‌بینیم ابن سینا معاد رو رد میکنه، دخالت خدا رو در اعمال انسان رد میکنه و دیگران هم به همین وجه. رازی که اندکی قبل از این هاست که به طور کلی نبوت رو رد میکنه، وحی رو رد میکنه. اینا آدم های دینی نبودن. استاد توس ما هم آدم دینی نیست، یک مرد فیلسوفی است که نشسته در توس و عاشق و شیفته بزرگواری ها و بزرگی های این کشور بوده و به تنها تن خویش کار صدها لشکر انجام داده و وقتی به ادیان میرسد او از کنار اینها رد میشود و با احترام از همه ادیان نام میبرد. یعنی شما نمیبینید که زبان فردوسی در باب یک دینی تند بشود. این است که مرد دین نبوده، به خواندن متون دینی علاقه‌ای نداشته. اینقدر هست که در مقدمه شاهنامه چند بیتی در باب اسلام هست. بعض اینها جعلی است، بعض دیگر اصیل از خود اوست و عرض کنم که در اون روزگاران شیعه و شیعه گری یک نوع پروتستانتیسم بوده است علیه دستگاه بغداد و بعض روشنفکران ایرانی به این دلیل شیعه بودن، نه به دلیل مظلومیت حسین. بنابراین این که اظهار میکند که بر این زادم و هم بر این بگذرم، در واقع میخواهد بگوید که من پیرو شما نیستم. و دیگر این که اگر فردوسی میآمد و کتاب رو میسرود بدون اون که نامی از اسلام ببرد یا ذکری از پیغمبر اسلام بکند، حتما کتابش رو تکفیر میکردن و آتش میزدن. کما این که جسد او رو نگذاشتن که در گورستان مسلمانان به خاک بسپرند. بنابراین فردوسی مردی است فلسفی، فیلسوف و در واقع جهانبینیش فراتر از داستان دین هست و تعصب دین و هیچ گونه تعصبی در دین ندارد. تا اونجایی که من میدونم شاهنامه 2 بخش تاریخی و حماسی خودش تقسیم میشه، نیست اینطور؟ در واقع شاهنامه به 3 بخش تقسیم میشه. یک بخش اساطیر الاولین هست، یعنی چگونگی پیدایش اول جهان که بحثش رفت و بعد چگونگی پیدایش
قمار یا ایشون وظیفه حماسه سرا آن است که پیدایش ملت رو بیان بکند و بعد سرنوشت او رو. این است که اون مباحثی که استاد به تندی از اونها گذشته، مثل پادشاهی هوشنگ و کیومرث و عرض میکنم سیامک و اینا اساطیر هستن که کوتاه هستن و ما میرسیم به داستان ضحاک. اینها اساطیری هستن. از ضحاک به این سو که پادشاهی فریدون هست بخش حماسی یا پهلوانی کتاب هست تا میرسیم به جنگ رستم و اسفندیار و کشته شدن رستم و برافتادن خاندان زال. اینها رفته رفته بخش پهلوانی که در واقع این بخش بوده است که اصل شاهنامه و روح شاهنامه و هنر فردوسی در این بخش جلوه کرده و بعد بخش تاریخیش شروع میشه. در بخش تاریخی سخن از هخامنشیان نیست، سخن از اشکانیان هم نیست، چون میگوید من نامی از اینها نشنیدم، جز نامی از آنها نشنیدم. اما در باب ساسانیان اطلاعات بسیار هست و این ادامه دارد تا روزگار یزدگرد سوم و حمله اعراب و جنگ قادسیه و از اونجا کتاب پایان میپذیره. بنابراین فردوسی در واقع شاهنامه سه بخش هست. سه بخش. اگر ممکنه در مورد بینندگان عزیز برای تهیه کتاب آقای مشیری در مورد شاهنامه نقدی انتقادی بر حماسه رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی با تلفن 972 292 0101 میتونید تماس بگیرید و کتاب رو بخواید که برای شما بفرستن. اجازه بدید من تصحیح کنم. این کتاب نقدی است بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه، یعنی 4 چاپ علمی از شاهنامه از اوایل قرن 19 شده است تا میرسیم به عصر جدید که آخرینش چاپ آقای خالقی مطلق هست. اولین اینها چاپی است که سرگرد ترنر ماکان در هند کرده، دومیش چاپی است که آقای جولیوس فون مو دانشمند آلمانی در فرانسه انجام داده. حدود سال 1870 اندی فوت شده ایشون. آخرین چپترش هم شاگردش به پایان برده. این 2 تا چاپ مسکو هست بین سالهای 1961 تا 71 منتشر شده و چاپ آقای خالقی. بنده نگاهی کردم عمومی به این 4 چاپ انتقادی و یک بررسی کردم، به ویژه نقدی کردم از چاپ مسکو در قیاس با دستنویس لندن که اساس کار بوده و نقد مفصلی از شاهنامه آقای خالقی و داستان رستم و سهراب در پایان کتاب با توجه به کشفیات جدید عرض میکنم که یک تصحیحی کردیم. سپاسگزارم. با توجه به حرمت شما بینندگان